نیست اگه خراب اومد مقصر ما نیستم مقصد. صحیح یاد نکردم مقصد. خب سلام دوستان عزیز، قسمی که در جریان هستین. امروز ما پلان داریم بخیر یک بولانی خوشمزه جور کنیم و تا آخر مرحله همراه ما باشین. قسمی که علی جان با شما گفت میخوایم بولانی جور کنیم و ما بخیر میخوریم و شما بیننده باشین. گندره بسیار سون دستم بسیار شما این رفته جاوی یکان تا نبیه که جریان کدی از سختی کار ترک کدی گیمی گندنه سخترین مرحله شنید تو تگرن شده که بسیار سون دسته و چشمه آدم هم میسوزانه. اینجا بخیر گندنه خود شد. بعد از این کچالو رو آماده میکنیم و نمی ترتیب اینجا پر کردن بولانی و کردنش. کاش یک ماشین در خود کردن یعنی گندنه هم یکان تا جور بکنه. دوستا یک کمی کلان شده خوشما نبین که ما ترتیری کردم. معمولا برای آشک گندنه رو زیادتر خود میکنم ولی برای بولانی اگه کمی کلانتر هم باشه مشکل نیست. ما این را از دل خود نکشیم دیدی من بسن که در آشک بسیار خود میکنه گندنه و در بولانی یک کم کلانتر میمونم چون در بولانی که در اوغان خود میشه باز بیخی خراب نشه گندنه بیشتر از بین میره. این آشک هسته باز زیادتر خورد نباشه باز همون خمیرا را خراب میکنه.